سلام به کانال من مریم امیری، خوش اومدید. این جذاب خوشمزه که امروز درستش کردم پاناکوتای شکلاتی هست. یه دسر خیلی خوشمزه، راحت، آسون و برای درست کردنش هم احتیاج به هیچ مواد اولیه خاص که در دسترس نباشه نیست. ابزار به خصوصی هم نمیخواد، فرم نمیخواد، همزن هم نمیخواد. پس میتونه یه انتخاب خیلی خیلی خوب و راحت و آسون باشه برای همه مهمونیاتون. خب اول سابسکرایب بکنید، بعد بریم آموزش رو ببینیم. این پاناکوتای خوشمزه رو به 3 تا روش میشه درست کرد. پاناکوتای وانیلی که معمولاً با ژله سرو میشه، پاناکوتای شکلاتی که امروز من میخوام شکلاتی رو براتون درست بکنم و پاناکوتای زعفرونی. پاناکوتای زعفرونی ریشه و اصالت ایتالیایی نداره. در حقیقت یه سری خلاقیت و ابداعهایی هستش که سرآشپزای ما اومدن روی پاناکوتای اصیل ایتالیایی اجرا کردن و به صورت زعفرونی هم درستش کردن. خب یکی از خوشمزه ترین پاناکوتاها همین مدل شکلاتیه که امروز میخوایم درست کنیم. موادی که برای پاناکوتا لازم داریم همین چند قلمه، یعنی در اصل مواد زیادی ما نیاز نداریم. شکر لازم داریم، وانیل، شیر، همینطور پودر ژلاتین که توی اکثر دسرها استفاده میشه و نقشش اون حالت ژلاتینی و قالبی در آوردن دسرمونه، باعث میشه که دسر قشنگ ببنده. و پودر کاکائو داریم به این دلیل که من امروز میخوام پاناکوتای شکلاتی رو براتون درست بکنم. و خامه که یکی از مهمترین مواد اولیه است و کلی راجبش براتون باید توضیح بدم. خامه‌ای که برای پاناکوتا استفاده میشه باید یک خامه ساده بدون شکر و با 1% چربی متوسط باشه. اگر خامتون شیرین شده باشه اصلا مناسب این دسر نیست و باعث میشه دسرتون خراب بشه. و اگر هم خامه خیلی چرب باشه دسر شما یه مقدار حالت سنگین پیدا میکنه. پس برای اینکه یه دسر لطیف و سبک و خوشمزه داشته باشید حتما از خامه های ساده صبحانه استفاده میکنیم. خب بریم که شروع کنیم به درست کردن کرممون. شکر رو داخل ظرفی که بتونیم روی حرارت قرارش بدیم میذاریم و پودر ژلاتین رو باید به شکر اضافه کنیم. نکته جالب این دسر اینه که اصلا نیازی به حل کردن ژلاتین جداگانه نداریم. به همین صورت ما ژلاتین رو با شکر مخلوط میکنیم. مرحله بعدی اضافه کردن خامه هست. خامه رو هم به این موادمون یعنی به ژلاتین و شکر اضافه میکنیم. همونطور که ژلاتین و شکر خشک هستن این مواد اضافه میشن و بعد هم شیر اضافه میشه. شیری هم که استفاده میکنیم بهتره که شیر پرچرب نباشه. خب حالا باید ما یه مقدار این مواد رو هم بزنیم تا کاملا خامه داخل این مواد باز بشه و دونه های شکر کاملا حل بشه توی موادمون. مواد رو هم میزنیم تا جایی که دیگه مطمئن بشیم خامه کاملا توی مواد یک دست شده. بعد این کرم رو روی حرارت ملایم میذاریم و باز هم به صورت مداوم باید همش بزنیم. اصلا نباید حرارت بالا باشه چون حرارت بالا باعث میشه که از دیواره ها موادمون کرممون شروع میکنه به جوشیدن و باعث خراب شدن کرم میشه. پس حتما با حرارت ملایم و حواستون باشه که هم بزنید رهاش نکنید. باید حتما بالا سر این کرم بمونید و هم بزنید تا زمانی که میبینیم در حقیقت بخار داره از روی کرممون بلند میشه. پاناکوتا جزء کرم هایی هست که سروش همراه با میوه های تازه خیلی عالیه و پیشنهاد میشه. حتما سعی کنید کنار پاناکوتاتون میوه تازه مثل توت فرنگی یا میوه های تابستونی داشته باشید. وقتی که کرممون شروع میکنه به داغ شدن دیواره هاش کم کم یه حالت لایه میبنده و لایه ایجاد میشه. از اینجا به بعد رو بهتره که با یه لیسک هم بزنیم که بتونیم قشنگ دیواره های ظرف رو از مواد خوب پاک بکنیم. خب الان کاملا روی دسرمون روی موادمون بخار ایجاد شده و مواد داغ شده. حالا تو این مرحله باید پودر کاکائو رو الگ کنیم روی در حقیقت شیر و خامه‌ای که روی حرارته.
پودر کاکائو رو الک میکنیم کاملا. و هم میزنیم تا خوب جذب مواد بشه و کرممون یک دست بشه. از اینجا به بعد وقتی که پودر کاکائو رو ریختیم ممکنه باز با لیسک نتونیم گلوله های کاکائو رو خوب باز کنیم. بنابراین تو این مرحله دوباره از مفتول سیمی یا از ویسک استفاده میکنیم برای هم زدن. یعنی در حقیقت شما برای هم زدن یه ویسک احتیاج دارید که مواد رو خوب یک دست بکنه و یه لیسک هم باید داشته باشید که کرم رو از اطراف ظرفتون و از کف ظرف بتونه خوب جدا بکنه تا این مواد یک دست هم زده بشن. الان من کاملا پودر کاکائو رو باز کردم داخل مواد و دوباره با لیسک هم میزنم تا زمانی که این مواد حالت جوشیدن رو به خودش میگیره باید روی حرارت بمونه. ببینین کاملا دقت میکنیم برای اینکه متوجه بشیم کرممون داره میجوشه، به جوش اومده یا نه، باید چند لحظه این رو هم نزنیم. ببینید الان داره میجوشه ولی وقتی که من مداوم همش میزنم مثلا متوجه جوشیدنش ممکنه نشم، پس برای چند لحظه این رو هم نزنید. خب الان آماده است. من گازو خاموش کردم. وانیل رو باید حالا تو این مرحله بهش اضافه کنیم. یک کمی وانیل اضافه میشه. همیشه برای کرم ها و دسرها وانیل زمانی اضافه میشه که دیگه از روی حرارت برشون داشتیم، به این دلیل که حرارت خیلی زیاد و طولانی عطر وانیل رو تغییر میده. خب باید بذاریم الان کرممون یه مقدار خنک بشه، بعد قالب گیری کنیم. میتونیم پاناکوتا رو به صورت تک نفره توی قالب‌های کوچیک درست بکنین یا اینکه همه مواد رو توی قالب بزرگ بریزید و یه دونه دسر برای پذیرایی داشته باشید. انتخاب من پاناکوتاهای تک نفره است. حالا هر قالبی رو که انتخاب کردید، چه تک نفره چه قالب بزرگ، حتما باید چرب بکنید. هم میتونید از اسپری روغن استفاده کنید، اسپری های جدا کننده. اگر از اسپری استفاده میکنید حتما موقع استفاده باید یه بار تکونش بدید و بعد هم فاصله اسپری با محلی که داره چرب میشه باید بین 20 تا 25 سانتی متر باشه. به این صورت نباید چربی رو زیاد بزنید. یه چربی کم و مختصر کافیه. و اگر که اسپری نداشتید چند قطره روغن مایع رو داخل قالبتون بریزید و با برس کف و دیواره ها رو خوب چرب بکنید. اینجوری خیالتون راحته که اصلا دسرتون نمیچسبه و به راحتی جدا میشه از قالب. خب ببینید الان اینها چرب شدن. من میخوام داخل قالب هامو از دسر پر کنم. همینطور که مواد رو میریزین داخل قالب باید یک کمی هم بزنید که ته‌نشین نشه. قالب هاتون رو کاملا تا لب پر کنید. خب حالا این مواد رو میذاریم، یعنی در حقیقت دسر آماده‌مون رو، بقیه‌اش هم حالا من میریزم تو قالب‌های دیگه. دسر آماده‌مون رو میذاریم داخل یخچال و حداقل حدود 4 تا 5 ساعت باید توی یخچال بمونه. ولی اگر یک شب بمونه خیلی عالی و بهتره. ببینیم پاناکوتامون بعد از اینکه چند ساعت توی یخچال مون قشنگ خودشو گرفته و آماده است. برای درآوردنش از قالب، چون ما قالبامون رو با روغن جدا کننده چرب کردیم، الان خیلی راحت به این صورت فقط یه ذره این لبه رو من آزاد میکنم به این صورت با دست و بعد برش میگردونم وسط حالا بشقاب یا ظرف سرو قرارش میدم. یه کمی باید منتظر بمونید تا یه هوایی بین دسر و قالبتون ایجاد بشه. وقتی یه کمی هوا افتاد بین دسر و قالب، آروم و آهسته این رو جدا میکنید. ببینید نه اصلا احتیاجی به آب جوش و اینها داره، چون اون سیستم آب جوش زدن قالب باعث میشه یه بخشی از دسرامون از دور قالب شل بشه و زیبایی دسرمون رو کم میکنه. یه کمی هم سس شکلات من میریزم روش. چند تا از توت فرنگیامون رو برش میزنیم و برای سرو کنار دسرمون قرار میدیم.
حالا نوع برشش باز بسته به میل خودتونه، میتونید حلقه‌ای برش بزنید یا درسته بذارید توت فرنگی ها رو و یا اینکه به این صورت حالت کشیده برش بزنید. هیچ نظم خاصی لازم نیست دورش داشته باشه برای چیدن توت فرنگی ها. علاوه بر توت فرنگی من یه چند تا دونه بلوبری و همینطور رد کارنت هم میذارم کنارش. چند تا برگم نعنا که زیبایی دسرمون رو چند برابر میکنه. از این قسمت نوک ساقه نعنا استفاده بکنید که هم ظریف‌تره و هم قشنگتره برای تزیین. و در نهایت کاری که میخوام انجام بدم اینه که یک کمی پودر قند خیلی کم روی میوه ها علک کنم. البته که این پودر قند رو اگر دوست نداشتید میتونید شما استفاده نکنید، ولی خب زیباتر میشه. اینم از آموزش امروزمون، پاناکوتای شکلاتی که واقعا خوشمزه است. حتما درستش کنید. و یه چیز مهم این که اگر این سبک رسیپی ها رو دوست دارید حتما تو کامنت بهم بگین، چون کامنت های شما توی انتخاب رسیپی های بعدی و آموزش های بعدی خیلی خیلی تاثیرگذاره و برام بسیار زیاد اهمیت داره. مرسی که تا آخر ویدیو رو دیدین. برای ویدیوهای بعدی منتظر من باشید.